بسم الله الرحمن الرحیم. د ازموینو ملي ادارې د ټولنیزو پاڼو محترمو لیدونکو، لوستونکو او د کانکور ازموینو درنو ګډونوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوښ یو چې نن د یو داسې چا سره دلته خبرې لرو چې هغه په اوس مهال کې د هغو ځوانانو لپاره چې دوی د 12 ټولګیو څخه فارغېږي او په کانکور ازموینو کې ګډون کوي، خپل سرنوشت ټاکي، د هغوی لپاره یوه الګو ده. دا چې دا ځوان څوک دی، تاسې له نوم سره بلد استئ. محمود جان منصوري د یو لرې پروت ولایت څخه د فراه، چې هلته نه تعلیمي امکانات شته، نه تحصیلي اسانتیاوې دومره شته، او نه په هغه سطحه باندې هغه ولایت لکه د نورو مرکزي ولایتونو لکه د کابل یا د هرات یا د ننګرهار په څیر رسېدلی دی. خو ولې دغه ځوان په خپل همت سره وکولی شول چې د 1402 کال په کانکور ازموینه کې د هیواد په سطحه تر ټولو لوړه نمره ترلاسه کړي. دا چې دغه ځوان د کانکور لپاره څومره تدابیر نیولي وو او څنګه یې وکولی شول چې دغه لومړی مقام لاسته راوړي، د ده سره خبرې لرو. په سر کې هم تاسې ته ښه راغلاست وایو. خوشحاله یو چې تاسو موږ سره دلته یاستئ. محمود جان منصوري صاحب، که تاسو لیدونکو ته او اوریدونکو ته ځان لومړی ور معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب احترام خدمت شما و بینندگان محترمتان. خود محمود هستم، متولد 1383 در ولایت فراه. در همونجا مکتب خواندیم و از خود ولایت فراه در امتحان کانکور 1402 شرکت کردم که با لطف خداوند متعال تونستم که با کسب 359 نمره مقام اول کانکور از آن خود کنم و فعلا محصل سال اول رشته طب معالجوی پانتون طبی کابل است. بسیار تشکر محمود جان. این که شما در امتحان 1402 مقام اول به دست آوردی، از تدابیرتان بگویید. شما در این راه که درس خواندی، آمادگی گرفتی، چی کردی که شما موفق به این شدی که اینقدر بلند نمره را در امتحان کانکور به دست آوردی؟ خب هر موفقیتی نیاز به تلاش داره. من به خاطر رسیدن به این مقام تلاش‌های زیادی کردم. مدت 2 سال شبانه روز درس خواندم آمادگی کانکور، طوری که روزانه 16 ساعت ما مصروف درس خواندن بودیم. فقط در این مدت حضور فعالانه در صنف، مطالعه جدی و پیگیر، استفاده از برنامه‌های منظم استادا و همچنان مطالعه کتاب‌های مختلف در این عرصه برای من کمک زیادی کرد. شما خودتان می‌دانید در افغانستان کورس‌های آموزشی کانکور زیاد است برای شاگردان و در ولایت ما متاسفانه امکانات کم بود و از اکثریت کتاب‌هایی که در سطح کشور از طریق استادای مختلف تالیف شده بود به خاطر آمادگی کانکور و در دسترسمون قرار داشت، الحمدلله که تونستیم از اینا استفاده بسیار زیاد را ببریم. چون شاید سوالی که استاد من در صنف طرح میکنه با سوالی که یک استاد در کابل طرح میکنه شاید فرق داشته باشه. شاید موضوعی را که استاد من تشریح میکنه با موضوعی که استاد در کابل تشریح میکنه تفاوت‌های داشته باشه. به خاطر آگاه سازی از ذهنیت‌های متفاوت، روش‌های متفاوت، اکثریت کتاب‌هایی که در بخش کانکور تالیف شده اکثریت اونها را مطالعه کردیم که الحمدلله نتیجه خوب داد. بسیار تشکر. منصوری صاحب، از باورتان بالای اداره ملی امتحانات و شفافیتی که در پروسه های امتحانات وجود داره چقدر بود؟ یعنی شما همین باور داشتی وقتی که شما زحمت کشیدی، درس میخوندی، آمادگی میگرفتی، آیا امیر احساس کرده بودی که ما در اثر همین زحمت‌ها اول نمره کانکور میشیم؟ خب من به شفافیت در پروسه های اداره ملی امتحانات باور کامل دارم، چون خود ما مثال شاهدی شفافیت ها بودیم، هم در حین ثبت نام، در حین عکس فرم های ثبت نام و همچنان در زمان خود امتحان کانکور در صحنه امتحان سهولت هایی که ایجاد شده بود. بعد از اعلان نتایج کانکور الحمدلله شفافیت ها زیاد بود که در این بابت ما از اداره ملی امتحانات واقعا تشکر می‌کنیم، چون امسال نسبت به سالهای گذشته واقعا سهولت‌های بیشتری ایجاد شده بود و از جمله ما میتونیم که زمانی که تعیین شده برای امتحان نام ببریم که مدت زمان امتحان 4 ساعت شده بود که واقعا کمک زیادی کرد برای شاگردان تا اینکه سوالات رو با دقت بیشتر بخونه، با تأمل و تفکر بیشتر باز اونا جواب بده تا بر اساس عجله یا زود حل کردن کدام اشتباهی رخ نده. بله، بسیار تشکر. چه احساس کردی وقتی که از رسانه ها خبر شدی
یا از دوستا برتان گفت که شما با اخذ اینقدر نمره در سرتاسر کشور اول نمره امتحان کنکور 14 سال شد؟ خب قبل از اعلان نتایج هم من به پارچه‌ای که حل کرده بودم اعتماد کامل داشتم، چون میدانستم که انشالله با این پارچه نمره خوب میگیرم. حتی خود در 10 برتر کنکور میدیدم، اما زمانی که از طریق رسانه ها خبر شدیم که اول نمره کنکور شدیم، اون لحظه واقعا بسیار زیاد خوشحال شدم. تمام وجود مرا لحظه خوشی فرا گرفت و در لحظه احساس کردم که واقعا تمام این زحمات، این تلاش هایی که خودم کشیدم شبانه روز، تلاش های اساتیدم، تلاش های خانوادیم که واقعا محکم ترین پشتوانه بودن، بالاخره نتیجه داد و تا اکنون که اینجا در حضور شما هستیم هر لحظه خداوند شکر میگوییم که این فضل مرحمت خود شما حال ما. چون فعلا سال 1403 شروع میشه و امتحان کنکور 1403 که شروع داریم و زیادتر جوانان ما که از مکاتب و از صنف 12 فارغ شده اونا مصروفی آمادگی ها برای امتحان کنکور است. اگر تجارب خود را امرای از شریک سازید که شما چطور توانستی به این مقام برسید؟ خب پروسه کنکور یک پروسه بسیار پرفراز و نشیب است. انسان در این پروسه امکان داره گاهی ناامید شود، گاهی بی‌انگیزه شود، گاهی خسته میشیم از درس خواندن، اما مهمترین چیزی است که استقامت داشته باشیم. با فکر کردن در مورد هدف خود باید انگیزه برات ایجاد شود، باید تلاش کنی شبانه روز تا به اون هدف برسیم. خب جوانایی که قرار است که امسال در کنکور 1403 شرکت کنند، توصیه من برای آنها است که تلاش زیاد داشته باشند. هیچ موفقیتی بدون تلاش به دست نمیاد، چنانچه ما میگیم موفقیت فرمول داره، 2% استعداد و 98% تلاش لازم است به خاطر موفق شدن. پس اگر با تعیین هدف و ایجاد انگیزه تلاش کنین حتما نتیجه میگیرین. و موضوع دیگری که در بخش کنکور بر شاگردان بسیار مهم است که مرور زیاد داشته باشند، چون کنکور یک پروسه بسیار سنگین است، حجم درس‌ها زیاد است و یک موضوع را ما اگر یاد میگیریم اون نیاز به مرور داره. اگر مرور نکنی طبعا یک هفته بعد 2 هفته بعد شاید فراموش شود. به خاطر اینکه بتونیم در کنکور نتیجه خوب بگیریم باید مرورهای زیادی در بازه‌های زمانی متفاوتی داشته باشیم. به طور مثال شاگردها اگر یک موضوع را یاد میگیرن او را یک روز بعد، یک هفته بعد، یک ماه بعد، 2 ماه بعد باید همیشه مرور داشته باشن تا اینکه وقتی نتیجه زمان امتحان کنکور فرا رسید کاملا آماده باشن از هر لحاظ. جناب منصوری صاحب، خودت اول نمره کنکور شدی و با اخذ 359.16 نمره شامل پانتون طبی کابل پانزه مالیجوی شدی. شما هم صنفه خود اونجا دیدی که اونا هم با نمرات بلند با پانتون را پیدا کرده و امرای شما در یک صنف درس میخوانند. چطور ارزیابی میکنی همین پروسه امتحانات اداره ملی امتحانات را که آیا صنفه‌تان که با اینقدر بلند نمره اونا کامیاب شده، سیستم تدریس و سیستم یادگیری آموزش چطور پیش میره؟ چطور ارزیابی میکنی اونا را و چطور ارزیابی میکنی این پروسه را؟ خب شما وقتی وارد یک صنف در پانتون طبی کابل شوید، چون یکی از پانتون‌های مطرح کشور است، اونجا شما متوجه میشین که هیچ کس اینجا به اساس واسطه یا پارتی وارد صنف نشده. میبینین که همگی بر اساس لیاقتی که داشتن اینجا حضور دارن و از این معلوم میشه که واقعا شفافیت وجود داره. چون من مدت 3-4 ماهی که در سمستر در صنف حضور داشتم، شاگردان رو دیدم که واقعا با استعداد بودن، واقعا لیاقت این چوکی را در این صنف داشتن و سیستم آموزشی واقعا خوب است در پانتون طبی کابل. اساتید بسیار مسلکی هستند و همچنان شاگردان واقعا ظرفیت درک مطالب را دارند. به خاطر همین است که ما میگیم امتحان کنکور شفاف بوده، چون وقتی یک شاگرد ظرفیت دریافت این گونه مطالب نداشته باشه، پس از طریق امتحان کنکور نمیتونه در این بخش کامیاب شود. فقط شاگردان میتونن کامیاب شود که واقعا لیاقت داشته باشه، استعداد داشته باشه و بر اساس نمره کامیاب شده باشه. یعنی نقش اداره ملی امتحانات در شفافیت امتحانات جمعی بخصوص در امتحانات کنکور بسیار مهم است. شما چطور ارزیابی می‌کنید؟ خب شفافیت اداره ملی امتحانات مانند یک چراغی است که این راه تاریک کنکور بر شاگردان روشن می‌سازه. باعث اعتماد عمومی میشه، مردم میتونه بهتر به اداره ملی امتحانات اعتماد کنه. در نهایت تعداد مشترکین کنکور زیادتر میشه
و با این شفافیت میتونه که انگیزه شاگردا 100 برابر شود و با اعتماد و خاطر جمعی بیشتر به امتحان شرکت کنه و مطمئن باشه که ما بر اساس نمره میتونم در یک رشته کامیاب شم. حالی که تو مصروف تحصیل و آموزش بخش طبی هستی و در آینده انشالله که یک دکتر میشی، مثل که امروز جوانان ما در مکاتب درس میخوانند یا فارغ میشه و اونا ثبت نام میکنند برای امتحان کانکور و میخواهد که به رشته های دلخواه خود راه پیدا کنند، مثل که تو یک شاگرد مکتب بودی و تصمیم گرفته بودی که یک روز ما در امتحان کامیاب میشیم، درس خوندی، زحمت کشیدی، چی پایه‌ای داری برای همین جوانانی که فعلا اینا هم آماده است که یک سرنوشت خود تعیین کنه و بیا شامل پروسه تحصیلی شوه، شامل پانتون شوه و مصدر خدمت بگرده برای وطن و هموطنان خویش؟ خب پیام ما برای تمام جوانان و نوجوانانی است که بیایم دست به دست هم بدیم، با تلاش و همت و پشتکار زیاد و شبانه روزی مصدر خدمت به وطن خود شویم. امروز وطن ما از کشورهای دیگه خیلی عقب است، ما خیلی عقبیم از لحاظ دانش، از لحاظ تکنولوژی و تنها خدمتی که ما جوانان میتونیم به این کشور بکنیم درس خواندن است. ما باید با سخت درس خواندن، تلاش شبانه روزی ان شاء الله حتما این درس‌های ما یک روز به درد وطن خواهد خورد. پس یگانه پیامی که ما بر جوانان داریم این است که با تلاش و با عشق به وطن خود درس بخوانیم که ان شاء الله یک روز مصدر خدمت به وطن خود شویم. بسیار تشکر محمود منصوری. خوش هستیم که شما آمدی و تجارب خویش را، زحمتایی که شما کشیدید امرای جوانای ما شریک ساختید تا که اینا هم بتوانند در روشنایی امی راهی تو که تو تعقیبشان کردی و بالاخره به یک هدف رسیدی، امیر اینا هم تعقیب کنه، یک انگیزه پیدا کنه و بیا شامل امتحان کانکور شوه و یک دریچه تحصیلی داخل شوه و بالاخره با مو کاروان تحصیلی اینا هم یک جای شوه و یک آینده خود تضمین نماید. د ازموینو ملي ادارې د ټولنیزو پاڼو درنو لیدونکو، دا و محمود منصوری چې یو کال مخکې دی هم د ښوونځي یو شاګرد او زحمت یې ویسته چې دوی هم راشي په کانکور کې ګډون وکړي او داسې یو ورځ راشي چې دی خپل نتیجه لاسته راوړي. د هغې زحمتونو پایله د هغې مور او پلار د زحمتونو پایله ده ترلاسه کړه. دی د کابل طب پوهنتون ته کامیاب شو او اوس دغه دی په کابل طبي پوهنتون کې چې کوم درسونه دی مخکې وړي د هغه نه هم دی ډېر خوشحاله دی او پیام یې هم دا دی هغه څوک چې هغوی زحمت وباسي، درسونه ووایي، وخت ضایع نه کړه او وخت ته د یو فرصت په سترګه وګوري، هغوی به حتما خپلو اهداف ته رسي. نو موږ هم د ټولو ځوانانو څخه مو هیله همدا ده چې راتلونکي کانکور لپاره خپل آمادګي ونیسئ، راشئ په یوه لوړه انګیزه په دغې ازموینه کې شمولیت وکړئ. د کانکور پروسې د پخوا په پرتله ډېرې ساده او ډېرې شفافې دي. ستاسې زحمت به دلته بې ځایه نه ځي، ستاسې استعداد تاسې ته خپله ستاسې هدف لاس کې درکوي. ډېره مننه.